تا دین روز میگفتن که تکفیر از اصل دین است. مگر امروز مسلمان میدانن اما کسایی که شما تکفیر از اصل دین میدن کلشون خود نسبت میدن به اون جماعت. شما مخلوط کردین سبحان الله. اون جماعت شما برعت داره به اون گاهش و اگر نبودین در اون جماعت کردن یعنی یک طرفه میگن سبحان الله. و من خودم شخصا برای خودم اعلام میکنم بر جماعت راسخ معروف راسخ و با کسایی که در عقیده هستند موازنا نیستیم الحمدلله و ما تکفیر میکنیم کسایی که در جماعت هستند که و عقیده را دارند. بسم الله بقابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ فضيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حياك الله وبياك. حياك الله وبياك شيخ. الله سبحانه وتعالى شما را حفظ کنه و صحتمند داشته باشه و دیگه هم برادرای محترم ما را اللهم آمین. یک سخن می‌خواستم درباره از این موضوع صحبت کنم شیخ اگر اجازه شما باشه. بفرمایید. ابتدای از این موضوع می‌فهمین که محمد معروف راسخ و استاد دایی اونا در وقتی که موضوع در نگاه عذر بالجهل بدن اونا سکوت بدن. وقتی که شما امرای متوکل مبارزه کردین وقتی مبارزه کردین امرای مسلمیار سکوت بدن برات خدا اعلان نکردن و حتی در چیزی که شنیدیم ازشون در یعنی وقت کشته شده که مسلمیار در جنازش اشتراک کردن. سبحان الله. بایی که قدر مشهور بوده مسلمیار در عقیده شاگردانشان بعضی شاگردانشان رد میکرده که اسلامیار در نگاه عذر بالجهل مگه سکوت بردن. سبحان الله. و این موضوع خفی نیست پنهان نیست که مردم افغانستان دو گروه شدن بعد از موضوع عذر بالجهل. نیمشون در عذر بالجهل عقیده دارن و نیمش دیگه یعنی میگن که نه عذر بالجهل نیست. و پاسانایش که در نگاه تکفیر العذر سکوت بدن تا که با فشار برادرها اوناس یک 13 دقیقه سخن گفتن در موضوع ازی. موضوع مشکلات در چی هست که اینا تا بالا همون کسایی که عذر بالجهل میتن تا بالا اعلان براعت خدا و تکفیر از اونا نکردن و در موضوع وارث منیب اونا قسم که معین نام گرفته تکفیرشان کنه وای که آشکار کفر خدا بیان کردن با عذر بالجهل عقیده یعنی دقیقا و یعنی با یقین عقیده داشتن و تکفیرشان نکردن و گفتن که مصلحه و مفسدت زیر نظر است. مگر وقت نگاهی که یک طالب العلم یک مشیخ از تاجیکستان باشه وقت مصلحه و مفسده رو در نظر نگرفتن و هم شما را در موضوع مسکو کوشش کردن که بکوبن و هم در این موضوعی که شما دفاع کردین یا از این موضوعی که مسلمان میدانن کسایی که شرک اکبر و کفر اکبر میکنن لغتن که میگن یعنی حکمی. و سبحان الله آدم دل آدم مشکنه و ما خودم اید گوش ما قبول نمیکرد سخن از ایره یعنی که میگفته که مسلمان دانستن اونا را لغتن یعنی ما فکر میکردیم نه مطلبشان نیست نه مطلبشان نیست تا خودشان ظاهرا کوشش کردن اصطلاح شرعی گفتن و کوشش کردن که دلیل برن از قرآن و سنت. یعنی چندین سالها است که جهمیه مداخله این کار کردن و الحمدلله نه از قرآن دانستن پیدا کردن نه از سنت الحمدلله چون که نیست. و اگر نمیشه است از حرفای مشایخ‌ها که صحبتشان میتونه دو قسم فهمیده شود اگر او را کار بگیرن یا یک نفر یک مشایخ یک وقت عذر بالجهل گفته باشه پس آن توبه کرده باشه او را قایم میگیرن یا میگن که مسائل اختلافی است یا میگن اما مگر در قرآن سنت نیست ابدا نیست. و یا حالی که دیدن که نیست حالی یک رای دیگر انتخاب کردن رای دیگر پیدا کردن که میگیم اسلام حقیقی نیستن مگر اسلام لغوی هستن اسلام حکمی هستن. سبحان الله. با ای که میفهمند یعنی در شریعت نه در عربی در لغتشم کسی که فعل کنه اسم فاعل میگیره یعنی کسی که شرک کنه مشرک میگن
يعني وكاس كفر كنا كافر میگن و کس که یعنی اسلام قبول کنه مسلم میگن. و سبحان الله در این موضوع بازم خطا کردن و کسایی که تقلیدشان کردن، اونا که دنبال فتنه بودن، اونا که شب و روز دنبال فتنه بودن، در این فتنه گرفتار شدن از الله سبحانه و تعالی. و تا نمیزدن که تقلید شیخ هم میکنه، تقلید شیخ محمد المدنی میکنه. چه قسم تقلید یک نفر میگن آره که یک مشرکه که شرک اکبر میکنه، کفر اکبر میکنه، او را امروز مسلمان حکمی میگن، مسلمان لغتی میگن. در این حتی در قدر تقلید کردن اونا. باز سر ما تا نمیزنن، نعوذ بالله. دنبال فتنه بدن، امروز در فتنه داخل شدن. سبحان الله. و این را خدا که نسبت میتن به او جماعت، و جماعت براعت دارن به این قولشان و به این عقیدهشان. او جماعت هیچ کدام کسی نگفته دیگه با این جماعت راسخ است و کسایی که راسخ پیروی میکنند در این کارش در جماعت راسخ هستند. او جماعت براعت دارن و کسایی که نمیشه تکفیر بالعموم میکنن و هم از او جماعت نیستن و برادر در او شک نکنن که نمیشه نامبد کنن کس دیگر یا کس جماعت دیگرشون که یا کلشون خدا نسبت میدن. یعنی کسایی عذر بالجهل داخل خدا نسبت میدن، کسایی که امروز مشرک مسلمان میدن نسبت میدن، کسایی که یعنی سبحان الله خودشون رد کردن. یک ایرانی بوده که روافض برادر گفته، یا خودشون رد کردن اون نفر، بخاطر که استاد دایی بوده رد کردن که چون برادر گفتن، حالا خودشون خیر برادر بدونن میگن روافض تکفیر کردن. یعنی شیخ ابو محمد المدنی به خاطر تکفیر العادل، کسایی که یعنی نادان باشن در نگاه تکفیر الروافض، یعنی امروز خودشان عیناً میگن که و برادر الغاوی هستن. یعنی روافض هم میگن کسایی در جند و طاغوت هم کار میکنن، کسایی که یعنی ساحر هستن، کسایی که جاسوس هستن، کسایی که یعنی چی میکنن، کسایی یعنی کلی که نسبت خدا به اسلام بدن، یعنی کلشان مسلمان میدارن. تا دین روز میگفتن که تکفیر از اصل دین است. مگر امروز مسلمان میدانن همون کسایی که شما تکفیر از اصل دین میدن، کلشان خدا نسبت میدن به اون جماعت. شما مخلوط کردین سبحان الله. اون جماعت از شما برعت داره در اون نگاه، و اگر می بودین در اون جماعت کلتن یعنی یک طرفا میکنن. سبحان الله. و معذرت میخوایم که وقت نگرفتم. ما خودم شخصا برات خدا به اعلام میکنم بر جماعت راسخ معروف راسخ و با کسایی که در عقیده هستن موازنان نیستیم والحمدلله. و ما تکفیر میکنیم کسایی که در جماعت هستن که و عقیده را دارن. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم.